افتتاح شرکت سیاحتی وزیر ترکمن در ولسوالی آقچه تاکید بر سفرهای قانونی جوانان به خارج از کشور. شرکت سیاحتی وزیر ترکمن با هدف ارائه خدمات گردشگری و فراهمسازی زمینه‌های سفرهای قانونی به کشورهای خارجی در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان افتتاح شد. مسئولان این شرکت میگویند یکی از اهداف اساسی فعالیت آنان فراهم کردن خدمات لازم برای افرادی است که قصد سفر و کشورهای خارجی را دارند تا بتوانند از مسیرهای قانونی و با اسناد معتبر به کشورهای مورد نظرشان سفر کنند. Her kim ki kaçak gitmesin, haş ettiğiniz yolların vaziyetler harap. Onda da şigi cevni has vaziyetler harap. İnşallah kanun bir şekilde gidecekse ben rahat inşallah bile hizmetinde. شرکت توریستی وزیر ترکمن، شرکت توریستی یا خدمات سیاحتی وزیر ترکمن در شهر ولسوالی آقچه هستیم. سعی کنین جوانای ما امی فعالیت‌های توریستی، امی فعالیت‌های خدمات سیاحتی اینا به یکی از ضرورت‌های شهرها و یکی از ضرورت‌های اساسی امی باشندگان شهر و یا مردمای ساکنین امی ولسوالی ها می باشد. چنانچه جوانای ما به خاطر اخذ یک ویزا، به خاطر اخذ یک فعالیت‌های سیاحتی اینا میرفتن به ولایت‌های مثال کابل، مثال مزار شریف در اینجا سفر میکردن. حتی ما شاهد هستیم که پاسپورت‌های از این جوانا به اساس عدم بلدیت و عدم شناسایی افراد و اشخاصی که بعض اینا میگرفتن، پاسپورت‌های از این جوانای ما گم بود. 6 ماه، 1 سال حتی به اینا سرگردان و سراسیمه بودن. در عرصه خدمات سیاحتی و توریستی در مارکت چهارزاده در اینجا افتتاح کردن. این را به فالونیک میگیریم. کسایی که جوانایی که در راه قاچاق میرن با اونا چی می‌کنید؟ با جوانایی که در راه قاچاق شما قبلا هم آگاه هستین که قاچاق فقط راه غیر قانونی است. فقط سرنوشت خود، زندگی خود به مرگ به قمار میزنین، به مرگ قمار میزنین. خلاصه جوانا آنان می‌افزایند که شماری از جوانان به دلیل ناآگاهی از روندهای قانونی مهاجرت و مشکلات اقتصادی راه‌های غیر قانونی برای رفتن به کشورهای دیگر انتخاب می‌کنند، مسیری که می‌تواند آنان را با خطرهای جانی، مالی و مشکلات حقوقی روبرو سازند. مسئولان شرکت سیاحتی وزیر ترکمن میگویند تلاش میکنند با ارائه مشوره‌های لازم در زمینه سفر، ویزا و خدمات سیاحتی زمینه استفاده جوانان و دیگر شهروندان از راه‌های قانونی برای سفر به کشورهای خارجی را فراهم کنند. در مراسم افتتاح این شرکت به آگاهی‌دهی به جوانان درباره پیامدهای مهاجرت غیر قانونی و اهمیت انتخاب مسیرهای قانونی تاکید شد. شماری از باشندگان آقچه نیز میگویند ایجاد مراکز ارائه خدمات سیاحتی و مشوره‌دهی میتواند به شهروندان کمک کند تا پیش از سفر از شرایط و قوانین کشور مقصد آگاهی پیدا کرده و از رفتن به مسیرهای غیرقانونی و پرخطر جلوگیری کنند. مسئولان شرکت سیاحتی وزیر ترکمن میگویند این شرکت در کنار ارائه خدمات گردشگری تلاش خواهد کرد زمینه سفرهای قانونی و مصون را برای متقاضیان فراهم سازد.